اسم کارگر که خودش اسم شریفی است و در چندین سال پیش این کلمه را من استعمال کردم که شرافت ذاتی دارد. آخر سال 1349 بود که بر اثر فشار و اختناق و پایین بودن سطح حقوقی کارگران تصمیم گرفتن که به اعتصاب دست بزنن. همش تهدید میکردن که اگر برین ما میکشیمتون. ما هم گفتیم که خب 9 تومن حقوق 8 تومن حقوق چیه؟ بس ما بمیریم بهتره که این 9 تومن 8 تومن حقوق بگیریم. دیدیم یک گروهی وسیع شدن با چوب‌های از پیش آماده شده حمله کردن به کارگران. بعدن یه صدای گلوله ما شنیدیم. بعد از بالای ژاندارمری مسلسل‌های آمریکایی رو بسته بودن اونجا کشتن به رکبار. 30-40 نفری زخمی شدن که 5-6 نفر مردن. دیگه نفهمیدم چی شد. همین که گلوله خورد اینا به پام اینجا معلومه. ببینید از اینجا خورد از این بدن دیگه نفهمیدم. یعنی پای من از تنم جدا شد. ساعت تقریبا 9 شب بود که خبر آوردن گفتن باباتون مرده. بعد گفتن که پدرتون در جنازش در بهشت‌راست و تو سردخونه‌شه. اگر بتونید فردا صبح زود برید ببینید. رفتن بعدن که گفتن آره شماره قبر رو ما دادن. ردیف 40 شماره 13 قبرش گفتن مال فلان کسه برید بگید. حالا ما نمیدونیم آیا قبرش همونه یا نیست.